رفقا سلام، حالتون چطوره؟ این اولین ویدیوی من داخل یوتیوب هستش و اومدم درباره فری فایر مود براتون حرف بزنم و این ویدیو هم برای آموزش نصب فری فایر مود هستش و امیدوارم که حمایتم کنیم و من تمام ست ها داره، تمام دنس ها رو که هر کنم مشاهده کنید داره مشاهده میکنید. این هم از ست ها هستش. یعنی تمام ست ها رو که فکرشو کنید داره. جمع بینه های هر دنس ها، دنس ورود به اسکواد، یعنی هر دنسی رو که فکر کنید داشته باشه، هر ست رو خواستنم که دارین مشاهده میکنید. الان میریم با هم گان لول ها رو هم میبینیم، بعد میریم سراغ آموزش. خب اینم که از گان لولی، اسکین ماش، یخ، هر چیزی که بخوای رو اینجا داریم داخل فری فایر مود. خب بازم که دارین شما مشاهده میکنید گان لولی ها. الان میریم سراغ اسکین ماش. که دارین مشاهده میکنید. خب رفقا، من زیاد وقتتون رو نگیرم، بریم سراغ آموزش. خب این فایلی که داریم مشاهده میکنید، این فایل میتونید از چنل تلگرام هم دریافت کنید و با برنامه زدا شیور باز میکنید و اینجا این دو فایل رو استخراج میکنید. بعد اینجا میریم اون بالا میزنیم ایجاد پوشه جدید، بعد اینکه تایید رو میزنیم، بعد اسم خودتون رو میتونید بذارید هر اسمی خواستید. اینجا رمز رو براتون آخر ویدیو گذاشتم، میتونید ببینید. خب الان میریم سراغ نصب. بعد اونو باید بریم کافی کنیم. اینو میگیریم کافی میکنیم، دوباره میگیریم داخل هم یه فولدر جدید درست میکنیم یا همون میذاریم تو هم فولدری که خود اپ را گذاشتیم. اینجا میاریم کپی میکنیم، رمزم که گفتم براتون آخر ویدیو میذارم. بعد اینکه گذاشتیم میایم اینجا برنامه اپ رو نصب میکنیم. اینجا که نصب شد، بعد اینکه نصب شد میریم اینو کپی میکنیم، بعد میریم اونجا اون علامت ها که میزنیم، حافظه تلفن میریم، بعد روی اندروید کلیک میکنیم، OBB میزنیم، بعد اینجا میذاریم میشن فایل رو. بعد اینکه گذاشتیم میریم تا فری فایر رو باز کنیم. بعد اینکه اینو باز کردیم یه اکانت مهمان درست میکنیم. بعد اینکه اکانت مهمان رو درست کردیم اینجا میریم فایل رو مثلا انتخاب میکنیم. بعد اینکه فایل انتخاب کردیم میزنیم، بعد اینکه اینو اکانت گست رو اینجا یه اسم میزنیم، حالا یه اسمی میزنیم دیگه، فرقی نمیکنه. بعد اینجا که این اطلاعات رو وارد کردید برای شما یک ایروری میده. بعد این که دادن اوکی میزنیم، دوباره کلیک میکنیم، بعد اینجا دوباره کلیک میکنیم، بعد اینجا یه شات میگیریم. بعد اینکه شات گرفتیم میریم داخل یه سایتی، اینم از سایت
داخل این سایت آیدی رو سرچ میکنیم. لینک سایت هم براتون میذارم، میتونید برید بردارید. خب اینم از سایت. اینجا یکم تبلیغات زیاد داره، بعد اینجا که میریم یکم تبلیغاتش بیشتره. بعد اینجا آیدی رو میزنیم. اینجا سه آیدی دارم، بذار اینو میزنم. همینه، اینو که زدم. بعد اینجا یکم تبلیغات میره، بعد بار همونو میزنیم. بعد اینکه شد بعد اینو باید همینجوری بدن تا کامل شه. همینجوری میزنیم. یکم تبلیغات هم که داره دیگه. بعد اینکه اینو وارد کردیم بعد اینو که وارد کردیم برامون اینجا. بعد میریم دوباره داخل بازی. بعد اینکه دوباره بازی کردیم دوباره کلیک میکنیم و کلیک کنیم و تمام فری فایر مود شده برامون نصب شد. الان میتونید برید حالشو ببرید. اینجا تمام ست ها رو داریم، تمام گان لول اسکرین هر چیزی که مشاهده کنید رو داره بود. اینم از آموزش بود. دوباره بریم یه نگاه بندازیم. رفقا اینم بود از فری فایر مود که میتونید برید نصبش کنید و یه چند تا نکات هم داره که شما میتونید بعضی فری فایر های مود بود مثلا نصبش میکردین نمیتونستین پلی بدین، اما این فری فایر مود که هست این قابلیت داره که میتونید شما برید و پلی بدین. مثلا هر کاری که بخواید میتونید بکنید. الان براتون میریم براتون نشون میریم یه ترینینگ میریم. خب اینم از گانوس که داریم ما. اینم از اسکین مشتا. خب خلاصه بگم که همه چیز رو که فکرشو کنید تو این فری فایر مود داریم. خب بریم الان ترینینگ بریم. بذاریم دانلود چه باید میریم دیگه. جمع بی نهایت داره دیگه، میتونید برید حالشو ببرید. الان ترینینگ رو استارت میکنیم. خب الان که دارید مشاهده میکنید الان میتونیم ترینینگ هم پلی بدیم. بعد اون مودهای قبلی که بود بعضی هم میداشتن میگفتن اینا اونا نمیشد پلی بدیم، فقط میتونستیم که، اما توی این میتونیم پلی هم بدیم. خب دوستان این بود از فری فایر مود شده. امیدوارم که منو حمایت کنید و این اولین ویدیوی من تو یوتیوب. امیدوارم حمایتم کنید و لینک و چنل هم میذارم براتون. خدا نگهدارتون.